چون دیگر مکتب‌های تعلیم همگانی در مکتب اختصاص سانیده شده رقم 9 شهری سمرقند نیز تدبیر زنگ آخر دایر شد. آن با صدا دادن مطیع ازبکستان آغاز گردید. سپس جانشین حاکم ولایت سمرقند خورشید آچیلوف تبریکی به ختم کنندگان فرستاده پرزیدنت شوکت میرزیویف را به حاضرین خوانده رسانید. Qadrli farzandlarim, avvalo mana shu quvonchli ayyomda yetuklik shahodatnomasini qo'lga olib mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan barchangizni chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Sizlar orzu qilib kutgan 25-may sanasida mamlakatimizdagi 10 mingdan ziyod maktablarda so'nggi qo'ng'iroqlar yangradi. Qariyb 392 ming nafar yoshlarimiz qadrdon maktablari, mehribon ustozlari bilan xayrlashmoqda. Ayniqsa 12 mingdan ortiq bitiruvchilarimiz o'qishni oltin, 2 mingdan ziyodi kumush medal bilan yakunlayotgani bayram shukuhini yanada oshirmoqda. مدیر شعبه تعلیمی تا مکتبی و مکتبی شهری سمرقند قلداش سعیدوف ختم کنندگان را با ختم مکتب تبریک گفت. به صفت معلومات گفتن جایز است که در مکتبی مذکور جمع 1483 نفر خواننده تحصیل کرده، از آنها سال جاری 79 نفر صنف 11 و 121 نفر صنف 9 را با موفقیت ختم نمودند. آنهایی که نطق ایراد کردند تاکید نمودند که مکتب این زینه اول دانش است. اکنون باید به مکتب‌های عالی و کسب آموزی داخل شده زینه‌های بلند علم و هنر را از خود نمود و برای آینده باز هم درخشان این وطن صاحب استقلال سهمگذاری کرد. در مؤسسه تعلیمی مذکور که به فن‌های دقیق انفرماتیکا و تکنولوژی‌های اخباراتی اختصاص سانیده شده است، در اساس شرطنامه بین دولتی از یک چند دولت‌های خارجی آموزگاران آمده به خوانندگان تعلیم و تربیت می‌دهند. معلمه فنی فیزیک ویکتوریا آناتولیونا که در اساس شرطنامه از روسیه آمده در دوام 1 سال اینجا با تعلیم و تربیت نسل نورس مشغول بود، برای مهنت‌های فداکارانه اش با تشکرنامه و تحفه خاطروی سرافراز گردانیده شد. اینچنین به آن پدر و مادرانی که در حیات مکتب فعال اشتراک نموده با مکتب از نزدیک همکاری ها کردند و والدانی که فرزندانشان خلق و دانشی نمونوی داشتند، از روی نمینت های پدری از همه فعال، مادری جانفدا، والدین با مسئولیت، پدری خواننده علاچی، مادری دختری دانا افتخارنامه ها داده شد. در نوبت خود آن خوانندگانی با اقتداری که در دوام سال خوانشی 2022-2023 با دانش و خلق نمونوی صاحب ریتینگی بلند گردیده در زینه ولایتی و جمهوریوی آزمون‌ها اشتراک کرده جایهای نمایان را صاحب گردیده بودند، مکافاتانیده شدند. دیرکتور مکتب دلبر مولان و ختم کنندگان خود را صدقاً مبارکباد نموده مصلحت‌های مادرانه خود را بیان کرد. mustaqil hayotga qadam qo'yar ekansiz. Sizlarga omad tilayman, baxt tilayman. Sog' salomat bo'linglar va qanday orzularingiz bo'lsa orzularingizga erishinglar bolajonlar. شعر و سرود و رقص‌های دلنشینی که از جانب خوانندگان مکتب اجرا گردید به تدبیر شکوهی ادامه بخشید. و اینک لحظه های انتظاری، زنگوله زنگ آخر صدا داد. ختم کنندگان اشک در چشم آن را پذیرایی کردند. در نوبت خود ختم کنندگان با آموزگارانی که در دوام 11 سال به آنها تعلیم و تربیت داده امروز به شاهراه حیات گسیلشان می نمودند اظهار منتداری کردند. زنگ آخر برد ما را هر کجا از هم جدا، تا هنوزم گریه زنگ جدایی در دل است. بعد از این با دعوت زنگوله حتی لحظه نزد مکتب خانه ما را جمع کردن مشکل است. بانگ زنگی آخرین آهسته شد،